در سالهای اول حکومتداری پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف آشکار شد که دموکراتیا بیشتر همچون واسطه فریب دادن مردم استفاده میشد و تا امروز نیز این روند ادامه دارد. بعد از چند سال معلوم گردید که همه آن سخنها و اقدامها تنها یک نمایش بوده برای قانع ساختن مردم روانه شدند. در نتیجه مسلمانان ازبکستان قربانی سیاست ضد دین و تبعیض گردیدند. با این همه باز افزایش مناسبت‌های تجارتی میان ازبکستان و اسرائیل همراه گردید و این حالت در آن زمان رخ داد که در فلسطین مخصوصا در غزه قتل عام و ظلم مردم بیگناه ادامه داشت. اما از این مناسبت‌ها به زندگی مردمان عادی ازبکستان یگان آسانی یا بهبودی نآمد. این همه در حالی است که حکومت خوب می‌داند که مردم چگونه به مسئله فلسطین حساس هستند و با احساس سخت به آن مناسبت می‌کنند. برای همین این کار را می‌توان همچون بی‌اعتنایی و تحقیر تمام یک ملت فهمید. در همین حال دیده می شود که هیچ چیز سد راه فرستادن مصر به دولت صهیونیستی نمی شود، ولی می گویند که 2 سال باز در گمرک 1000 نسخه قرآن نگاه داشته می شوند. شاید شخصی که باید آنها را گیرد یا از طرف مقامات بازداشت شده است یا از ترس بازداشت شدن و تعقیب شدن جرأت نمی کند که آنها را بگیرد. مسلمان اخلاق شونچalik ما مسلمانان برای چنین چیز مبلغ نداریم. mana shuni o'rnida kola yoki biron bir alkogolli ichimlik bo'lsa اگر با جای قرآن مشروبات یا چیزهای مانند میبود شاید نه بیشتر از 2 ماه لازم میشد که آن را بگیرند.